زیادی پنهان است، همدلی، کار و ایمان و فرزندانی که در کنار پدر مزه نان حلال را میچشند. سید مرتضی جلالی، خبرگزاری صدا و سیما، قم. وقتی ندامتگاه هم مانع ادامه تحصیل نمیشه. حکایت مددجوی ندامتگاه تهران که در دوران حبس هم از ادامه نه خورمامون مدادا بده. تو دهنه نکن عشق من. ماما قربونت بشه، قربون نازید برم من. کثیفه ماما. مدادا رو نگاه همه آیخته دخترم. چرا میخوری اون کثیفه؟ دادایه همه مزه خوب میدن آره؟ هر مداد رنگی یه مزه میدن. بذار تو قوطی رو بش بذار. مدادا رو بذار تو قوطیش. بذار قربونت برم من.